And insurance companies will be required to cover, with no extra charge, routine checkups and preventive care, like mammograms and colonoscopies, because there's no reason we shouldn't be catching diseases like breast cancer and colon cancer before they get worse. That makes sense, it saves money, and it saves lives. من احمدی نژاد تنها کسی در کشور هستم که شما در مقابلش میتونید اینجوری صحبت کنید. تنها کس. اگه کسی دومی هست اسم ببرید. کدوم قانون گفته که صدا و سیما ناظر بر دولته؟ خب بگید کدوم قانون وظایف شما گفته شما بعد یه نفر از کارمنداتون رو میارید به عنوان مجری میذارید پشت اونجا، از اونجا زنده. آقای رئیس جمهور گوشی رو بردار، جوابگو باش. آقای وزیر جوابگو باش. ما جوابگو هستیم، ما که تو خیابون، ما که زیر پای مردمیم. تنها کسی که تو این کشور جواب میده ماییم که. بعد بهشون گفتم هیچ دستگاهی دیگه هیچ انتقادی نداره، هیچ اشکالی وجود نداره. واقعا تو این کشور همه چی مرتبه، فقط دولت ضعف داره. بنده راحتم، یعنی من که میرم تو دل مردم هیچ نگرانی ندارم. شاید تنها مسئولی هستم که هیچ نگرانی ندارم از اینکه برم وسط خیابون تو دل مردم. هیچ نگرانی ندارم، به خدا هیچ نگرانی ندارم.